ستاره احمدова بار آخر است که گاو خودش را می جوشد. او به زودی این گاو و گوسالش را گذاشته برای دوشیدن دهها گاو و کار در یک فرمه چارواپروری به روسیه خواهد رفت. ستاره احمدова از ناحیه واسه را کاردهنده های روس به شهر راستاوی لبیدان دعوت کردند. فرمه گوجوشی های سال خیلی دست خطی نمی جوشند اپرات خطی میکرده. ما میخوایم که خیمه رفتگی کار کردگیم خیلی سال ما میخوایم که این مهنتی که در اینجا میکنیم دست خطی و همون هنرهای خودمون در همونجا نشون بکنیم. ستاره احمدова که سابقه کار در روسیه را دارد میگوید به خاطر 2 فرزند و صاحب کسب شدن آنها راه مهاجرت کاری را پیش گرفته است. بانوان را شرکت های روسی به کار دعوت کردند و مزدی که وعده کردند در یگان فرمه تاجیکستان نمی دهند. معاش اونها قید کردیم تو 30,000 یعنی 30,000 روبل روسیه، لیکن در صورت کاری درست کردن انتظام مهنت رایگان کردن همین زمان کارفرما میتواند که با مزد مهنت آنها رو زیادتی از پیش بینی شده مقرر شده زیادتی تامین کنند. خدمات مهاجرت که زنان منطقه کلوب را بر اساس یک شرطنامه بر روسیه میفرستد میگوید از این پیش یک گروه بانوان گاوجوش از قرغان تپه به روسیه رفتند و از کارشان قناعتمند هستند. سه وقت خود بپول انا ویلچون 25,000 بولو 10 تا زنک دفتن هم از زنک با ولایت قرغان تپه بود. اما طالع نه همه از زنان داوطلب کار در روسیه مثل طالع ستاره احمدова بلندی کرده است. مقامات میگویند دهها بانوی بیکار در کولاب در خدمات مهاجرت ثبت نام شدند و در صورت دعوت به روسیه سفربر خواهند شد. زنانی که مشتاق کار در وطن خود هستند، در وطنی که جای کاری کافی ندارد و صدها هزار شهروند آن از جمله زنان زیاد هر سال خانه و در خود را گذاشته برای کار به روسیه می روند.